شما نمایندگان خدا بر روی زمین نیستید. نماینده تام الاختیار الله سبحانه و تعالی نیستید که هر چیزی که دلتان خواست انجام بدهید. در اسلام نظام ولایت فقیه نیست که ولی فقیه اون بالا نشسته هر حرفی که میزنه که انه حرف الله سبحانه و تعالی است علیه بالله، چون نماینده تام الاختیار خداست. ولایت دارد. ولایت هم میدانید که در دین شیعه ولایت تکوینی دارن اینا امامان اینها، یعنی از روز ازل اینا امام بودن، ولی بودن، اصلا در ساختار زمین و آسمان و کهکشان ها اینا دست داشتن علیه بالله. این اعتقادشان هست. اعتقاد ولایت فقیه یعنی همین. یعنی شما به مجرد اعتراض در مقابل ولی فقیه شما گناهکار محسوب میشید، محارب محسوب میشید. یحاربون الله و رسوله در آیه که میگه از این جمله محسوب میشید، یعنی شما در جنگ با الله و با رسول بلند شدید به مجرد اینکه با ولی فقیه مخالفت کردید، یا مخالفت که هیچی، حتی حرفش رو قبول نکردید. ما این گونه نظام نمیخوایم در افغانستان نظام ولی فقیه باشه، وگرنه فرق بین این نظام و نظام شیعه رافضی نیست که ولایت فقیه درست کردن. در نظام اسلامی ولایت فقیه نیست، ولایت ملا نیست، ولایت آخوند نیست، ولایت مطلقه هیچ کس ندارد در نظام اسلامی. مادامی ما از ولی امرمان در کشور اسلامی اطاعت میکنیم که از الله و رسول اطاعت بکند. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. نگفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولو الامر منکم. چرا در اینجا اطاعت برای ولی امر نیاورده؟ چون ولی امر، حاکم، رئیس جمهور، امیرالمومنین، پادشاه در یک کشور اسلامی تابع قرآن و سنت است. اگر اطاعت از قرآن و سنت کرد ما از او اطاعت میکنیم. اگر اطاعت از قرآن و سنت نکرد ما مجبور به اطاعت از او نیستیم. پس هیچ نظامی نباید که خودش رو چنان جلوه بده و چنان بر مردم حاکم بشه که انه اوامر و دساتیرشان وحی منزل است.